الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. زمان همچون شمشیری برنده است، اگر تو آن را قطع نکنی حتما او تو را خواهد برید. ای برادران و خواهران گرامی، وقت نعمتی بی بدیلی است که هرگز باز نمی گردد. پس تا فرصت است قدر آن را بدانیم و آن را در راه اطاعت و بندگی الله عزوجل مصرف کنیم. روز قیامت بنده نمی تواند قدم از قدم بردارد تا آنکه از 4 چیز سوال شود. یکی از آن هم عمر اوست که فیما افناه، در چی راه آن را مصرف کرده است. آیا در عبادت الله سبحانه و تعالی بود یا در گناه و معصیت؟ آیا در پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بود یا در نافرمانی او؟ پس بیایید از عمر جوانی و از وقت طلایی خود در راه خیر و رضای الله سبحانه و تعالی استفاده بکنیم تا فردای قیامت شرمنده و حسرت خور نباشیم.